درود احترام به همه هموطنان عزیزم. امید است که در هر جای دنیا هستین خوب و خوش و صحتمند باشین. هموطنان عزیز، همینطور که در باکگراند من مشاهده میکنین، وزیر اداره مهاجرت سویدن آقای یوهان فورشل به همراه دولت فعلی تصمیم گرفتن که شرایط گرفتن سیتیزنی سویدن را سخت‌تر بکنن. الان ما براتون میگویم که چه شرایطی این دولت گذاشته، یعنی شرایط هر روز دارن سخت‌تر میکنن، ولی متاسفانه این امکان داره که یک سری این شرایط ها امکان داره که یک سری چالش هایی را به وجود بیاره که کسایی که سنایشان بالا باشه و هیچ سوادی نداشته باشه به مشکل بخورن. بله هموطنان عزیز، همونطور که در باکگراند ما مشاهده میکنین، وزیر اداره مهاجرت سویدن به همراه امی دولت فعلی یک سری شرایط را گفته و اینا تصویب شده. یعنی دیگه از این به بعد این شرایط ها و یا شامل کسی که میخواد درخواست سیتیزنی بفرسته باید این شرایط ها را داشته باشه. اولی که کراف پو ایگن فرسörjning، یعنی شما باید یک درآمدی داشته باشین. نیازی نیست که کارتون دائمی باشه، یک درآمدی داشته باشین که بتونین او خرجی روزمره خود بدین و هیچ کمکی از کدام سازمان های دولتی نگیرین، مثلا از سوسیال شنست و یا از میتونه فشکرین کسه باشه. دومی است گوشن پرووی سامهلسکنskap. در کشور سویدن یک کتابی است به نام سامهلسkunskap که در او کتاب یک سری قانونهای سویدن توضیح داده. یعنی باید شما یک تستی بدین که آیا شما ادغام شدین در قانونهای سویدن یا خیر. این پروو باید حتما و یا این تست حتما باید بدین و باید بیتیکش داشته باشین. سوم شرایط behärska svenska språket، یعنی شما باید قشنگ مسلط به زبان سویدنی باشین که بتونین مشکلات روزمره خود حل بسازین. Skärpa krav på skötsamhet i och utanför Sverige، یعنی شما باید یک زندگی سالمی داشته باشین، هم در داخل سویدن هم بیرون سویدن. بیرون سویدن یعنی شما اگر از کشورتان آمدین یک جنایتکار و یک قاتل و یک آدمکش کدام جرمی انجام نداده باشین، چون اینا میخواین سعی کنن که در او کشورها همکاری داشته باشن و بتونن درخواست بفرستن، مشخصات روان کنن که آیا همچین شخصی جرم داره در کشور شما یا خیر. شرایط بعدی است که förlängd hemvist från 5 till minst 8 år، یعنی برای همه ما افغانا که در جریان هستیم 8 سال هست برای گرفتن سیتیزنی، ولی ایرا به طور در کل گفته که از این به بعد 5 سال نخواهد بود. از این به بعد برای تمام مهاجرا که میخواد درخواست سیتیزنی بده 8 سال هست. möjlighet att återkalla svensk medborgarskap، یعنی اینا گفته دیگه این به بعد امکان ایره داشته باشه که اگر شما جرم جنایت انجام داده باشین و یا اگر اطلاعات غلط در اداره مهاجرت داده باشین، این دولت میتونه او چیز شما را پس بگیره، یعنی شهروندی سویدن از شما پس بگیره. هموطنان عزیز، این بود که شرایطی که دولت سویدن در حال حاضر تصویب کرده و از این بعد هر کسی که درخواست بفرسته و یا منتظر یک بسلوت است این شرایط ها شامل خواهد شد. بختتان خوش.